خواهران نابینا فاطمه و زهرا چند سال باز در خیابان‌های پایتخت پول می‌طلبند. این دو خواهر قبلا در کارخانه‌های مخصوص نابینایان کار می‌کردند و با معاش زندگی را پیش می‌بردند. بعدی از کار ماندن این مؤسسه آنها به کوچه برآمدند. خیلی کلیشکا می‌بردیم. سکرشواتی می‌بردیم. تا کجا؟ همون کارخانه کامبینات بود. بازی نیست، بازیش کار نمی‌کند. راه رفتن برای این دو خواهر آسان نیست. در مکان‌های دوربیندار شهر نمی‌توانند بایستند. پلیس به سراغشان می‌آید. جنگ می‌کند. جای جمعیتی به ممکن نیست. طلبندگی در خیابان‌های مرکزی شهر و ویران کردن ترتیبات جمعیتی دانسته می‌شود. شهری بی خطر، نهادی که دوربین‌های نظارتی به آن تعلق دارد، موظف شده است با پیدا شدن طلبنده‌ها در خیابان‌های مرکزی به ماموران پلیس خبر دهد. بیبی هاجر سفروی 50 ساله می‌کوشد در مکانی نصب دوربین‌های نظارتی پیدا نشود. خیلی پولم نباشه و 19 سکنم میرم من 5 10 کار میکنم سراغ میرم که قپیده نبرن. بیبی هاجر میگوید باری آخر 2 هفته پیش میلیساها او را برای گدایی در مرکز شهر بازداشت کردند. خیلی هم پنسه من بگیرم 170 تومان با صغیر پلی دخترم 170 تومان دیگه هیچ نمیشه. نمیرسه. کوارتیر پلی 105 250 150 میتونم. چند بار بردن از پیش پریومی محکم کردگیان. در 3 ماه اولی سال روان توسط این دوربین‌ها در شهر بیش از 700 طلبنده و آواره‌گرد ثبت و به پلیس سپرده شدند. هدف از این اقدام کم کردن طلبندگی در پایتخت گفته می شود. برخی میگویند مقامات شهر میخواهند ایمیج شهر را بهتر نشان دهند و از این جهت تلاش‌های آنها را دستگیری میکنند. یک اون آدم خارجی بیاید چی میگن؟ میگن که اوکی احوال ببین ای ببین. درست کار نغزایی. برخی دیگر میگویند برای کشف و جزا و تعقیب نمیشود پیشی راه طلبندگی را گرفت. ما دیدگیم ای دستش گرفته امی خیلی کرده وای تنی پراوی نه خیلی نیست وای اول باید وای فهماند یا اینکه وای شرایط نداره وای شرایط داشته باشه دیوانه نیست دمو زمستون دمو خنکی وای کودکش قطعی میبیاید اوجا باید اول شرایط وای را مهیا کردن در کار. شمار دقیق افرادی که در خیابان‌های شهر به طلبندگی مشغولند معلوم نیست، اما در 3 سال اخیر دوربین‌های نظارتی مرکزی شهری بی خطر بیش از 5000 طلبنده و آواره‌گردان را در پایتخت مشاهده و ثبت کرده است.